با نام و یاد خدا شروع میکنیم یکی از برنامه‌های مربوط به بررسی و تحلیل آمار بازی‌های سوپرلیگ آقایان و سوپرلیگ خانم‌ها. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. طبق روال این چند جلسه‌ای که با هم بازی‌ها رو بررسی کردیم، الان قصد بررسی بازی‌های لیگ بانوان رو داریم و بازی که مد نظر این جلسه هست بازی بین نفت آبادان و گاز تهران هست که برگزار شده. هفته دوم مسابقات بوده و نتیجه بازی به نفع تیم نفت آبادان 92-43 خاتمه پیدا کرده. سرمربی تیم نفت آبادان خانم زمانپور هست و اسیستنت های ایشون خانم البوعلی و مظاهری و تیم ملی گاز خانم سرمربی خانم طیری هست و اسیستنتشون خانم ترک زبان. عرضم به حضورتون طبق دفعات قبل که خدمتتون عرض کردم تشریف برین توی کانال تلگرام سازمان لیگ و قسمتی که برای اطلاع رسانی لینک های آمار بازی های بانوان و آقایان توی کانال گذاشته میشه. برید هفته دوم لیگ خانم ها بازی پالایش نفت و ملی گاز رو اصطلاح کلیک بکنید و بیاید روی اصطلاح فیبر لایو استات بازی، فایل آمار بازی و با همدیگه این بررسی رو بریم جلو. نتیجه بازی 92-43 به نفع پالایش نفت شده. کوارتر 1 23-5 به نفع پالایش نفت آبادان. کوارتر 2 21-9 به نفع تیم پالایش نفت. کوارتر 3 19-20 به نفع ملی گاز بوده و کوارتر 4 29-9 به نفع پالایش نفت آبادان که جمع به صورت 92-43 خاتمه پیدا کرده. تعیین تکلیف این بازی تو 4 کوارتر انجام گرفته، به اوورتایم بازی نرفته. دوستان بیان داخل فایل به اصطلاح آمار، اون سه خط به اصطلاح اون قسمت بالایی آمار یا من تو برید داخل استاتیکتیست و از اینجا ما به قول معروف شروع میکنیم آمار رو بررسی کردن. همیشه وقتی که آمار رو نگاه میکنیم اولین نگاه های کسایی که با آمار کار میکنن به فیلد گول اتمپت هست، به ریباند ها هست، به ترنوور ها و اسیست ها هست. بعد حالا بر اساس فرمول های خاص خودش که هست از این چند فاکتور میایم و میرسیم به
آمارهای دیگه بازی، اگر فیلم بازی رو در دست نداشته باشیم که خوشبختانه تا این جای کار تمام بازی‌های آقایون و خانم ها، بانوان آقایان، در لینک یوتیوب سازمان لیگ بازی ها هست و ما که بررسی های آمار و آنالیز بازی ها رو در دستور کار خودمون داریم و به اصطلاح استفاده میکنیم، میریم همزمان لینک آمار از فیلم بازی ها هم استفاده میکنیم و نتایج خوبی رو از اون استخراج میکنیم. خب میپردازیم به دیتیل آمار. من توی قسمت استاتیکتیس رفتم و آمار دوتا تیم رو مقایسه‌ای با هم میخونیم، میایم جلو و نتیجه مختلف رو از اون میگیریم. بعد میریم داخل باکس اسکور اصلی و اطلاعات تکمیلی رو از اونجا برداشت میکنیم و نهایت هم این که شوت چارت رو با هم یه مروری میکنیم. حتما دوستان مد نظرشون باشه که اگر بخواین یک قدم فراتر از این بررسی و تحلیل ورود بکنیم به این بحث آمار، حتما باید پلی بای پلی هر کوارتر رو دقیق مورد بررسی قرار بدیم و نتایج اصلی کار رو از توی پلی بای پلی استخراج کنیم. اگر فیلم بازی هم باشه که خیلی کمک میکنه به برداشت کامل از اون بازی، با آشنا شدن به نحوه عملکرد دو تیم، نحوه تفکرات تیمی و مخصوصا با اون philosophy of coaching مربوط به مربیان هست که وقتی شما 3 یا 4 تا بازی رو بررسی میکنی، با فلسفه مربیان تیم ها آشنا میشی و در ادامه راه قدری آسانتر خواهی توانست تیم خودت رو هدایت کنی اگر با فلسفه تیم مقابل آشنا باشی. میایم سراغ آمار دیتیل و جزء دو تیم یا اصطلاحاً دیپ استاتیکتیس، آمار جزئیات عمیق. تیم پالش نفت آبادان 83 فیل گود اتمپت داشته و تیم گاز 73 عدد. خب این نشان دهنده این دو عدد فیل گل اتمپت نشان دهنده این هست که هر دو تیم میل دستیابی به حلقه تیم حریف در هر دوی آنها زیاد بوده، چون این 83 بار برای پالش نفت یا 73 بار برای تیم گاز عدد بالایی هست. اما خب باید حتما فیلم بازی رو دید. 100% دوستان موافق این موضوع هستن که شرایط فیلد گل اتمپت در بازی آقایون با شرایط فیلد گل اتمپت در بازی خانم‌ها قدری متفاوت هست. حالا یه مسئله دیگه هم این که بازی‌های خانم‌ها در لیگ‌های مختلف هم متفاوت هست، یعنی هرچی لیگ بانوان کشورها پیشرفته تر و کامل تر باشه، اون فیلد گل اتمپت بسیار زیاد یکم دچار تغییرات میشه و اون کوچ ها به اصطلاح تفکرات خودشون رو وقتی پیاده میکنن برای تیم های بانوان، اگر پیشرفته کار بکنن به این شکل. اگر وقتی بازی ببینید، اگر مدام
اون اقدام های زیاد از ریباند آفنس زیاد باشه، یکم آنالیز بازی متفاوت تر خواهد شد. خب تیم پالش نفت آبادان 83 فیلد گل اتم داشته که 37 بار از اون 83 بار به نتیجه رسیده که چیزی برابر 44% می شده و تیم گاز از 73 اقدام روی حلقش که شامل هم 2 امتیازی میشه و هم 3 امتیازی 17 بارش رو تونسته موفق بشه و از اون 17 بار پوینت به دست بیاره. خب این مسئله خیلی برای تیم گاز بغرنج هست که وقتی که 73 بار شما امکان دستیابی به حلقه تیم حریف داشته باشی و 17 بارش کلاً برای شما سود داشته باشه یا به نتیجه رسیده باشه، از 73 17 23%، که از اون 73 بار اقدام 2 امتیازی تیم گاز 46 بارش 2 امتیازی بوده، 2 پوینت بوده، که از اون 46 بار 2 پوینت 13 بار 2 پوینتش فیلد گل مید شده و 46 بارش فیلد گل اتم بوده. وقتی که ما 73 بار اقدام به حلقه تیم نفت رو به اصطلاح از 46 بار 2 پوینت کم میکنیم به عدد 27 بار میرسیم که 27 بار تعداد دفعات اقدام 3 امتیازی تیم گاز هست که چیزی هول و هوش 4 بارش مید شده که 14% پرتاب 3 امتیازی داشتن. این فیلد گل مید های کم در برابر فیلد گل اتمپت های زیاد گاز نشون دهنده تحت فشار بودن در مقابل دفاع تیم پالش نفت هست که به راحتی اجازه اقدام با تمرکز به تیم گاز ندادن. در مقابل تیم پالش نفت 83 بار که اقدام داشته، 37 بارش منجر به کلی منجر به امتیازگیری شده، 44% کلا تونسته موفقیت آمیز باشه اقداماش. از اون 83 مرتبه اقدام و دسترسی به حلقه گاز 67 بار فیلد گل اتمپت 2 پوینت داشته تیم پالش نفت و وقتی ما 83 بار دسترسی به حلقه گاز توسط نفت رو از 67 بار اون کم میکنیم، 16 عدد 16 به دست میاد که 16 عدد تعداد پرتاب 3 امتیازی پالش نفت هست که از اون 3 امتیازی یا 16 بار 3 امتیازی تونسته 5 دفعه فیلد گل مید 3 امتیازی تیم پالش نفت 5 از 16 بوده که حدوداً چیزی برابر با 31% هست و درصد بالایی از تعداد بالایی از فیلد گل اتمپت تیم پالش نفت شامل حال 2 پوینت میشه. بعد که میریم جلو من آمار رو نگاه کرده بودم، دلیلش رو متوجه میشیم. وقتی که شما فست بریک های زیادی داری، استیل های زیادی داری، ترنوور های زیادی میگیری، 2 پوینتات اینجا بیشتر خواهد شد. پس وقتی مقایسه میکنیم اولین دلایل این اختلاف رو میبینیم. 83 بار درسته که 83 بار پالش نفت آبادان رو حلقه 83 بار موفقیت آمیز توپ به حلقه به اصطلاح گاز رسیده و اقدام ثبت شده،
یعنی 44% اقداماش موثر بوده و گاز 23%. خب این اولین اقدام همینجا داریم میبینیم. 67 فیلد گل اتمپت 2 پوینت که 32 بارش مید شده، 47% برای پالایش نفت و 46 2 پوینت اتمپت که 13 تاش 2 پوینت مید شده، 28% برای گاز و 16 بار از کردم خدمت 16 بار اقدام سه امتیازی پالایش نفت که 5 بارش مید شده، 27 بار اقدام سه امتیازی تیم گاز که 4 بارش مید شده. این عدد فوق‌العاده بالا هست و خطرناک، یعنی تیم گاز فوق‌العاده تمایل سه امتیازی بالایی داشته اما با تمرکز پایین که درصدش 14 بوده. بعد رفت فیلم رو دید که به چه نحو این 27 بار 23 بارش از دست رفته. در مورد فری ترو وقتی داریم بررسی میکنیم 29 فری ترو اتمپت تیم پالایش نفت داشته، 14 فری ترو اتمپت گاز داشته. از اون 29 پرتاب پنالتی که تیم پالایش نفت تونسته به دست بیاره 13 تاشو گل کرده، حدوداً 44%. و تیم گاز از اون 14 باری که پشت خط پرتاب پنالتی رفته و اقدام کرده 5 بارش مید شده که حدوداً 35% هست. حالا عدد جالب از اینجا شروع میشه که ریباند تیم پالایش نفت کلن آفنسیو ریباند به علاوه دیفنسیو ریباند 67 تا ریباند داشته تیم پالایش نفت و تیم گاز 50 تا ریباند داشته. پس از اینجا متوجه میشیم که تعداد ریباند های بعد تیم نفت که زیاده، تعداد ریباند های زیاده تیم یا آفنسیو ریباند یا دیفنسیو آفنسیو ریباند منجر به سکند چانس پوینت میشه. ریباند دفاع اگر باشه، وقتی با فلسفه مربی آشنا باشیم بدانیم که آن مربی فست بریک در دستور کارش هست، متوجه میشی که به همان اندازه که آفنسیو ریباند باعث تو سکند چانس پوینت برای یک تیم میشه، یک همان مربی با علم به این که دیفنسیو ریباندش رو بالا ببرد دست به فست بریک میزند یا سکندر بریک میزند و اون ریباند ها رو تبدیل به اقدام یا 2 امتیازی میکنند یا 3 امتیازی. بعضی از مربی ها دیفنسیو ریباند بالایی دارن اما توپ وقتی میاد، حالا بر اساس باز هم من تکرار میکنم بر اساس فلسفه کوچینگ خودشون به سمت کسب 3 امتیازی پیش میبرن تیم رو. بعضی از مربی ها فست بریک رو اقدام کردنش رو تو همون 6 ثانیه فست بریک فیبا در دستور کار خودشون میزنن. اینجا 67 بار ریباند تیم پالایش نفت رو آمارگیرای محترم ثبت کردن و 50 بار ریباند برای تیم گاز. حالا وقتی که میریم توی باکس اسکور میبینیم که میخوایم ببینیم که از این 67 بار ریباند که برای پالایش نفت اتفاق افتاده ببینیم چند ریباند مربوط به دیفنسیو ریباند هست و چند ریباند مربوط به آفنسیو ریباند. 67 ریباند برای تیم پالایش نفت که 39 ریباندش دیفنسیو ریباند بوده و 28 ریباندش آفنسیو ریباند بوده. خب وقتی پلی بای پلی رو میخونیم که من خیلی اصرار دارم که پلی بای پلی حتما مطالعه بشه، کسایی که میخوان
از آمار برای آنالیز استفاده بکنن، ما باید ببینیم که کوچ پالایش نفت چه تعداد از این 39 بار ریباند حمله رو به فست بریک یا به اون تعداد اقدام رسونده که شده 83 بار اقدام، یا از اون 28 بار ریباند حمله چند تاش تو سکند چانس پوینت شده که توی تو سکند چانس پوینت و فست بریک پوینت رو خوبش اینه که این نرم افزار میده. و تیم ملی گاز ببینیم که از تعداد ریباندهاش تقسیم بندیش به چه صورت بوده. 50 تا ریباند جمع داشته که 26 ریباند دیفنس داشته و 24 ریباند آفنس. دقیقا این رو هم باید بررسی بکنیم که ببینیم که به چه شکل از این تقسیم بندی 26 ریباند دیفنس و 24 تا آفنس تونستین گاز استفاده کنه. توی اسیست که بیاییم تیم پالایش نفت 26 اسیست داده و تیم گاز 5 اسیست. خدمت شما عرض کنم یه فاکتوری داریم به اسم شیرینگ بال موومنت که این فاکتور وقتی ما از تیم اسیست زیادی داره نشان دهنده اینی که هم این شیرینگ بال موومنت هم تیمی هست، هم پلیر بای پلیر، هم به صورت انفرادی که منبع مثال در NBA استیو نش یا CP شیرینگ بال موومنت شخصیشون فوق العاده بالاست و باعث شیرینگ بال موومنت حالا یه شیرینگ بال موومنت تأثیر گذار داریم یا به قول معروف قبل از اقدام آخر که ما توی NBA پاس تو اسیست هم توی آمار زده میشه، توی زیر مجموعه همین فلسفه میره. کسی مثل استیو نش یا کسی مثل کریس پاول اینها شیرینگ بال موومنتشون رو در لحظه آخر به اسیست تبدیل میکنن. برای همین بازیکنای فوق العاده ارزشمندی، هم خودشون امکان اقدام دارن، هم خودشون اقدام شوت دارن، هم خودشون اسیست بالایی تو بازی میدن، هم بازی رو شیر میکنن بین تیم، همین که قابلیت شیرینگ رو در اسیست دارن، هم شیرینگ رو در به اصطلاح بال موومنت توی سیستم های موشن یا درایو موشن اینها دارن. برای همین این تعداد اسیست بالا باید دید که یک نفر فقط به قول معروف اسیستش گیر کرده بوده مدام اسیست میداده یا کل تیم با هم شیرینگش بالاست. این رو دیدم گفتم خدمت شما عرض کنم که حتی همین اسیست هم واردش که بشیم باید دید که به چه صورت بعد فیلم ها اینجا دید، باید دید که به چه صورت این اسیست انجام میشه. اون دیفنسیو ریباند ها به چه شکل تبدیل به حمل شده است. تو ترانزیشن آفنس ها یک مربی با چه تعداد شیرینگ پاس توپ رو به اصطلاح به سرمنزل مقصود میرساند و قابلیت اسیست در تیم A یا در تیم B در کدام بازیکن ها
بالاتر هست. این خب عکس همین رو وقتی شما بیاین اقدام کنید و اینها رو بررسی کنید، به این نتیجه میرسید بازیکن شماره 1، بازیکن شماره 12، بازیکن شماره 18، بازیکن X، بازیکن Y، Y، اینها رو که اگر ما بتوانیم شیرینگ بال موومنت آنها رو جلوشو بگیریم، مثلا تیم طرف دچار بحران میشه. این همین از آمار به آنالیز رسیدن. در مورد استیل، تیم پالایش نفت آبادان 20 استیل داشته و تیم گاز 10 استیل. خب پس نشون میده که وقتی باید این در مورد استیل ما گفتیم استیل ها یا استیل روی بال هندلینگ هست یا استیل روی پاس یا دفلکشن پاس هست. باید رفت پلی بای پلی رو دید، باید رفت بازی رو دید، ببینیم این استیل ها چند عدد این استیل ها مربوط به بال هندلینگ هست، چند عددش مربوط به دفلکشن پاس هست. دفلکشن پاس فوق‌العاده خطرناکتر از استیل بال هندلینگ هست و دفلکشن پاسی که منجر بشه به یک اسیست و اون اسیست اگر یک 3 امتیازی در بر داشته باشه، نهایت دومینوی بد برای دفاع و اون تیمی که توپ رو از دست داده اتفاق خواهد افتاد. خیلی مهمه همیشه استیلا رو برید توی پلی بای پلی کوارترها رو برید مطالعه کنید، تقسیم بندی کنید و ببینید که تعداد استیل بالای یه تیم خب مشخصا فشار بالا رو داره نشون میده، اما باید دید این فشار بالا به چه صورتی، به چه نحوی است. به قول معروف کدوم از این استیل ها خانواده و کاتگوری زیر کاتگوری ساب کاتگوری استیلش چطوریه، کدوم قرار میگیره. بلاک که 4 تا تیم پالایش نفت داشته، 3 تا تیم گاز داشته. ترن اوور 24 عدد ترن اوور تیم پالایش نفت داده، 35 ترن اوور تیم گاز داده. خب حالا اینجا برمیگردیم، ما داشتیم میگفتیم که استیل پس 20 تا از این ترنوورها که 35 منهای 20 باشه، 20 تا از این ترنوورها رو که خب لایو بوده. از کجا میفهمیم؟ چون استیل انجام شده دیگه، تغییر مالکیت انجام شده یا با بال هندلینگ یا با پاس دفلکشن. بعد هم باید ببینیم، بعد بازی ها رفتید که ببینیم کدوم اینها لایو بوده. وقتی تعداد ترنوور تیم گاز بالا هست، بعد دید که این ترنوورها چند تاش به ترنوور بال هندلینگ و ترنوور دفلکشن پاس برگشته، استیل شده. چند تا از اون آیا بال هندلینگ بعد از به قول معروف لایو مونده، دفلکشن پاس که یه استیل دیگه یه جزئی ترنوور حساب میشه، لایو مونده. چون ما ترنوورهای تیمی داریم 3 ثانیه، 5 ثانیه، 8 ثانیه، 24 ثانیه، 5 ثانیه گفتم، بکورد، آتافبان، اینها همه شامل حال ترنوور میشه. بعد رفت پلی بای پلی دید، تعداد نحوه زیر مجموعه ترنوورها رو دانست، آنها رو شمرد و آنها رو تقسیم بندی کرد، بفهمیم که از این 35 تاش چه تعدادش به چه گونه‌ای بوده، از اون ترنوورها به چه شکلی تیم مقابل استفاده کرده. یه قسمتی فیبا اضافه کرده point from turnover، یعنی از اون ترنووری که تیم مثلا گاز داده تعداد ترنوور 35 تا، یه آپشنی اومده اضافه کرده توی فیبا لایو استات که گفته پوینتی که از این ترنوور 35 تا ترنوور تیم نفت از تیم گاز گرفته چند تاست؟ 36 تا. پس نشون میده که اینجا راحت میتونیم بفهمیم که این 35 تا ترنوور که
20 داش استیل بوده 20 استیل کردن، یعنی 20 تا پوزیشنز عوض شده. پوزیشنز که عوض شده شما یا میتونی 2 امتیازی بگیری، 1 امتیازی بگیری، 2 امتیازی بگیری و 3 امتیازی یا 4 امتیازی. 3 علاوه یه خطا یه پرتاب 3 امتیازی میزنه با یک پرتاب. پس متغیر از وقتی شما مالکیت توپ دستتون میده حمله انجام میدین، خطا روی شما میشه 2 پرتاب شوتینگ، یه پرتاب گل میکنی 1 امتیاز. اگر 2 پرتاب گل کنی 2 امتیاز. اگر خطایی نشه 2 پرتاب گل کنی 2 امتیاز. اگر خطا بشه گل کنی 2 امتیاز با یه پرتاب 3 امتیاز. اگر یه 3 بزنی 3 امتیاز. اگر یه 3 بزنی یه خطا هم بگیری 3 امتیاز به علاوه یه پرتاب 4 امتیاز. پس یه پوزیشنز از 1 امتیاز تا 4 امتیاز تفاوت داره. پس اینجا پوینت فروم ترنوور تیم پالایش نفت 36 پوینت بوده از 35 عدد ترنوور تیم گاز که اینجا 20 تا استیل تیم نفت برداشته. از حالا باز باید بریم پلی بای پلی رو ببینیم که چه تعداد از این ترنوورها در این تعداد، این پوینتی که تو ترنوور اومده مال چند تا ترنوورشه. الزاماً از اون 20 تا استیل به اصطلاح امتیاز نیورده تیم پالایش نفت و الزاماً 35 تا ترنوور منجر به قول معروف اعداد اینجوری نشده. میایم سراغ پرسونال فول. هر دو تیم 17 پرسونال فول داشتن. پوینت این پینت، پوینت این پینت که با شاخصه PIP شناخته میشه 60 امتیاز تیم پالایش نفت، یعنی امتیاز داخل منطقه رنگی 60 امتیاز خودش رو تیم پالایش نفت از داخل منطقه رنگی یا همون پوینتینگ پینت رکتانگل آورده از مستطیل رنگی و تیم گاز 26 امتیازش رو از 43 امتیاز 26 امتیازش رو از داخل پینت آورده. 26 امتیاز به علاوه 15 امتیاز 3 امتیازی 12 تا 26 به علاوه 12 38 امتیاز و فری تو هم که 5 تا 38 به علاوه 5 43. نتیجه عجیبیه. 2 chance second point این مربوط به موقعی میشه که شما ریباند حمله داری. ما گفتیم ریباند حمله 2 تیم بالا بود، هر تیم ریباند حمله دارد. 17 پوینت از اون 60 پوینت تیم پالایش نفت 2 چانس پوینت بوده. 9 پوینت 9 امتیاز از 26 امتیاز تیم 26 امتیاز پوینتینگ پینت تیم گاز 2 سکند چانس از ریباند های حمله بوده. پوینت فرام ترنوور رو که گفتیم 36 امتیاز پالایش نفت، 19 امتیاز گاز. بنچ پوینت تیم پالایش نفت 32 امتیاز بوده و بنچ پوینت تیم گاز 14 امتیاز. در مورد بنچ پوینت یه توضیح رو من خدمتتون بدم.
سرمربی ها قبل از اینکه بازی شروع بشه یه 5 نفر لاین اپ به میز منشی و به اصطلاح تیم آمار، کوپل آمار ارائه میدند و عرضم به حضورتون که وقتی که نرم افزار فیبا لایو استات میخواد شروع بشه، بازی رو شروع کنیم و همچنان نرم افزار داورها 5 نفر که داخل زمین هستن انتخاب میشن از بین نفرات که تیم به اصطلاح ارائه داده برای اون بازی. اون 5 نفر میشن لاین اپ و نرم افزار هیچ تفاوتی قائل نمیشه. نرم افزار آمار، نرم افزار داوری هیچ تفاوتی قائل نمیشه بین بازیکن خوب یا بازیکن متوسط. در نرم افزار انتخاب میشه بازیکن شماره 5، بازیکن شماره 9، بازیکن شماره 28، بازیکن شماره 54، بازیکن شماره 1. 5 تا بازیکن میان تو زمین. حالا میتواند این بازیکنهای اصطلاح تعویضی همیشه باشند یا میتواند بازیکنی باشد که همیشه لاین اپ بوده و بهترین بوده و مربی با او شروع میکنه. پس لاین اپ الزاماً به اصطلاح بازیکن تاپ نیست، بازیکنی است که سرمربی تشخیص میدهد برای شروع از او استفاده کنه. در قراردادها، حالا شاید توی قراردادهای تیم‌های داخلی هم این مسئله وجود داشته باشه، اما در قراردادهای به اصطلاح خارجی اینجوری که من متوجه شدم، حالا چه توی اروپا، چه توی آمریکا، چه توی استرالیا، لیگ های اونها برای لاین اپ بودن اون بازیکن هم یه فاکتور در نظر میگیرن و میگوین که اگر شما لاین اپ شدی مثلا $، یورو بیشتر به شما میدیم. این به دلیل این هست که بازیکن در حین تمرین و در حین مسابقه تلاش بکند و همواره بهترین باشد. خب برای همین هست که یه ضریبی میخوره قرارداد که به اصطلاح بازیکن وقتی که لاین اپ بشه به اصطلاح پلی پر مینوت بیشتری خواهد داشت و دقایق بیشتری که بازی میکنه نسبت به دقیقه بیشتری که بازی میکنند باز هم ضریب متفاوتی در قرارداد او لحاظ خواهد شد. پس این نکته رو داشته باشین که بنچ پوینت میتواند تیم اصلی باشد که رو نیمکت نشسته است و سرمربی برای یک بازی بهتر تشخیص داده با بازیکنای همیشه ذخیره خود اول شروع کند. پس 5 نفر لاین اپ 5 نفر اصلی آن تیم نیست، اما در آن بازی آن 5 نفر ذخیره لاین اپن. حالا باز باید بریم ببینیم که در بازی‌های قبل چه کسایی، چه نفراتی در تیم A و در تیم B همیشه یا حدوداً که میگم حدوداً بین 4 نفر یا 5 نفر لاین اپ بوده اند. آن بعدم شما متوجه میشین که بنچ پوینت طرف کی بوده. آیا مثلا یه بازیکن خوب و فوق‌العاده خوب او آن مربی رو نیمکت بوده، بعد آن مربی تشخیص داده در آن بازی آن دو بازیکن همیشه لاین اپ بازی نکنن در اول کار
چه اتفاقی میفته؟ آن دو بازیکن خوب جزء ذخیره ها سابسکریپت حساب میشن. بعد وقتی که وارد زمین میشن آنها بنچ پوینت حساب میشن. وقتی بنچ پوینت حساب میشن، بعد اگر یه دفعه توی یه تیم دیدین بنچ پوینت طرف 40 تا 50 تا پوینت، نمیدونم اعداد عجیب غریب، زود نگین نیمکت طرف قویه. ببینین آیا این اتفاق افتاده است یا خیر. آیا چون بعضیا میان کم شیطنت میکنن به خاطر اینکه توی آمارها بنچ پوینتشون عدد بالا بخوره، میان یه بازیکن اصلی رو برای مثلا یه دقیقه دیرتر میارن تو زمین، دقیقه 8 بازی میکنه، دقیقه 7 بازی میکنه، میاد تو زمین، بعد این او امتیاز آور بازی میشه، بعد همش به حساب بنچ پوینت. این مسائل هم هست. فست بریک پوینت یه گزینه دیگه که هست، فست بریک پوینته که تیم پالایش نفت آبادان 26 امتیاز فست بریک پوینت داشته. حالا فست بریک پوینت از اون ترنوورها، از اون 35 تا ترنوور که گرفته است، از حالا بعد ببینید از اون استیلا چند تاش به این فست بریک پوینت منجر شده، یا چون همه فست بریک پوینت ها از اون استیلی، از اون ترنوورها نیست، از اون ریباند دفاعی که شد، باید دید که فیلم رو باید دید و پلی بای پلی رو باید دید و اعداد در اونجوری قشنگ با فلسفه مربی آشنا میشه که آیا آن مربی پس از استیل به تمایل بیشتری به اصطلاح ست داره، موشن داره، یا به اصطلاح تمایل داره سریعاً به قول معروف به امتیاز برسه. آیا آن مربی در دستور کار دارد که پس از استیل سریع شیرینگ بال انجام بشه و توسط پاس به نفر دیگری فست بریک انجام بشه یا خیر؟ همه این حالا با دیدن بازی 3 تا 4 تا بازی از یه تیم قشنگ میشه فلسفه مربی رو تشخیص داد. بعد در ادامه مسیر لیگ وقتی با اون مربی بازی داری و این اطلاعات رو جمع آوری کردی، تقریبا حدودا میتونی مثلا 60-70% اتفاقاتی که در مسیر با آن تیم خواهی داشت رو خود شما میتونید پیش بینی بکنید که از چه روش‌هایی ضربه خواهی خورد، چه روش‌هایی نقطه قوت شماست، و در زمانی که داری تا با مسابقه تیم مورد نظر آمادگی لازم رو توسط خودتون و کمک‌هاتون به وجود بیارید. ادامه بحث رو با اسکرین دیولپمنت خواهیم داشت.